بیا بهت یاد بدم چطوری میتونی از این قلابا واسه ویدیو درست کنی. همونطور که میدونی قلاب تو 10 ثانیه اول ویدیو خیلی مهمه، طوری که اگه یه قلاب خوب ایجاد کرده باشین 90% مخاطبا تا آخر ویدیوتون رو نگاه میکنن. یکی از بهترین قلابا همین افکتی است که من اول ویدیو واسهتون ایجاد کردم، یعنی پیپر افکت یا افکت کاغذی، که اگه فایلش رو میخواین یا میتونید تو گوگل سرچ کنید یا میتونید از کانال تلگرام من که یه چند تاشو واسهتون اونجا گذاشتم دانلود کنید و استفاده کنید. حالا این چجوری کار میکنه؟ فقط کافیه وارد برنامه اینشات بشی، اون ویدیو خودت که از خودت گرفتی انتخاب میکنی، بعد میری تو بخش پی آی پی یکی از اون افکتایی که از کانال تلگرام من دانلود کردی اضافه میکنی، اون اندازه تصویر میکنی و بعدش از بخش کروما رنگ سبز رو انتخاب میکنی و درصد رو تا 100% میبری تا قشنگ سبز و سبز برش بده. آخرش هم که خروجی میگیری و از من تشکر میکنی. چجوری تشکر میکنی؟ با لایک کردن این ویدیو. مرسی که تا آخر همراه بودین. اگه از این ویدیو خوش اومد اونو لایکش کنید. اگه دوست دارید از این ترفندها بیشتر ببینین، منظورم ترفندهای موبایلی ها، کانال منو سابسکرایب کنید و تا یه ویدیو دیگه حرفه‌ای بمونید. بوس به نگاه تک تکیتون. خدافظ.